من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکم سوم از امور انتظامیه در ارتباط با مهریه زنها هست. الله عز وجل می فرماید بعد از عقد و بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت و آتوا النساء صدقاتهن نحله، به زنها بدهید مهریهشون را نحلتا. نحله را بعضی ها گفتند که با خوشی، با طیب خاطر، نه با اکراه، نه اینکه مهریه را شما برای خودتون باری بدانید و احساس بکنید که باری هست و سنگینی هست، بلکه یه وظیفه هست، یک حقی هست. نحلتا با خوشی. و بعضی ها نحله را تفسیر کردند از ابن عباس رضی الله تعالی عنه. این تفسیر منقول است. نحلتا یعنی فریضتا، این مهر زنها را به اونها بدید چون یک فریضه الهی هست، تعیینی هست از جانب خدای عزوجل. خداوند بر شما تعیین کرده. لذا علامه آلوسی در تفسیر روح المانی می فرماید معنی النحله ای فریضه ای اعطوهن مهورهن، مهرهایشون را به اونها بدهید حال کونها فریضه من الله تعالی لهن، در حالی که از جانب الله عزوجل فریضه ای هست، لازم هست بر شما که به اونها این مهر را بدهید، پرداخت بکنید. بله. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اما اگر اون زنها گذشت بکنند، طبنه با طیب خاطر هست، با طیب خاطر در گذر باشند، با طیب خاطر از شما نگیرند. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، از آن مهر کلش را، جزءش را، بخشی را. نفسا این تمیز است برای طبنه، یعنی طبنه نفسا، نه اینکه شما مجبورشون کنید، نه اینکه شما وادارشون بکنید. بعضی ها هستن میگن که اگر مهریت را ببخشی فلان امتیاز را بهت میدم، یا بعضی تهدید میکنند اگر مهر را نبخشی ازدواج دوم، اگر مهر را نبخشی فلان تهدید. لذا این زن که مهرش را ببخشه این طبن نفسا نیست، از روی خوشی نیست، بلکه این کرهن هست، مجبورن هست. این درست نیست، این صحیح نیست. بلکه فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، یعنی نفسا اونها خوش هستند، راضی هستند. خب اون وقت فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس شما هم بخورید آن را با خوشی، خوشگوار بخورید. هنیئا
به معنی راحت و مریعا خوشگوار، سازگار، خوشگوار شما اون را بخورید، هیچ اشکالی برای شما ندارد. اما اگر شما یه حالت اجباری پیدا کردید، اونها را مجبور کردید که اونها بخشیدند، دیگه این خوردن و این استفاده کردن مشکل دارد. الله می فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. حکم چهارم، بعضی از افرادی یتیم هایی که مالشون به دست شما هست سفیهند، یعنی تعادل ندارند، برابر نیستند، اونها مطالبه مالشون نمی کنند. اگر شما مالشون را بدهید، یک روزه امکان دارد که این مال را اونها مصرف کنند، به هدر بدند، از بین ببرند. لذا شما همیشه خیرخواه باشید، مال را به دست داشته باشید تا اینکه اونها به سنی برسند که بتونند از این مال درست نگهداری بکنند. لذا الله می فرماید ولا تؤتوا السفهاء، ندهید به سفها. سفیه اونه که کم دارد، مشکل دارد از نظر عقلی، از نظر تعادل، مال هایت را. اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، مال های خودتون را، همون مالی که خداوند شما را قیم اونها گذاشته، برای شما قیام یعنی شما سبب نگهداری و حفظ اون مال شدید. خب مال اونها مال شماست، مال شما مال اونهاست، فرق نمیکنه. انسانی که مال یتیم را مال خود بداند، بعد از سالهای سال اون مال را درست نگهداری میکند. وارزقوهم فیها، خب تا زمانی که مالشون به دست شما هست، وارزقوهم فیها، فیها ای منها، شما از همون مال به اونها بدهید، هزینهشون را، مخارجشون را، مصرف زندگیشان را از همون مال بدهید. چون که اگر مال فقط شما بگید که مال یتیم را نگهداری میکنم و مال به دست شما باشد، خب شما که مالشون را ندهید، اونا چه بخورند؟ حداقل هزینه های روزمره، مخارج زندگی از خود اون مال چی بشه؟ پرداخت بشه. بله. وکسوهم، همچنین اونها رو بپوشانید، یعنی لباس برای اونها تهیه بکنید از خود همون مال. وقولوا لهم قولا معروفا. ببین این حکم 4 جز داشت. جز اولش ولا تؤتوا السفهاء، مال اونها رو به اختیارشون نگذارید. جز دومش وارزقوهم، مخارج زندگیشون را هم بدهید. جز سوم وکسوهم، لباسشون را هم بدهید. جز چهارم وقولوا لهم قولا معروفا، سخن معروف، سخن پسندیده بهشون بگویید. یعنی کاری نکنید که اونها مشکلی درست بکنند و اونها به هر حال به دادگاه شما را بکشند، به حل و فصل بکشند، بلکه قولوا لهم قولا معروفا، به اونها سخن خوب بگویید، سخن جمیل بگویید، سخن معروف بگویید. مثلا بهشون اطمینانشون بده مالت محفوظه، مالت انشاءالله ضایع نمیشه، به دست من هست، انشاءالله میدم مالت را. هر وقتی که احساس کردم یه مردی میتونی مالت را نگهداری بکنی، میدم مالت را. اونها را امید بدهید به آینده تا اینکه اونها مشکلی درست نکنن. قول معروف اینه، نه اینکه انسان مایوس بکنه بگه تو ارزش نداری، اصلا تو مال نداری، کی گفته تو مال داری، تا اینکه جنجالی ایجاد بشه، جریانی درست بشه. بلکه وقولوا لهم قولا معروفا. خب این جزء 4مش هست. بعد از اون جزء 5م، بعداً از اونها را آزمایش بکنید، امتحان بکنید که آیا اینها به سنی رسیدند، به حدی رسیدند که مال خودشون را محافظت بکنند. الله می فرماید وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح، امتحان بکنید یتیم ها را حتی که وقتی که برسند به سن نکاح، به سن بلوغ، به سن رشد، امتحانشون بکنید. مثلا یک بخشی از مال را در اختیار خودشون بذارید،
یک بخشی بذارید تجارت بکنن. آیا اونا بلد هستند؟ ببینید که مال را ضایع نمی کنند. این خیلی مفیده. یعنی واقعا انسان اگر دلسوزی داشته باشد، خیرخواهی داشته باشد، اون وقت این کار را می کند. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر شما احساس کردید از آنان رشد را، شکوفایی را، پیشرفت را از نظر درک، فکر، برنامه ریزی، جز ششم فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، مالهایشون را به اونها بدهید، تحویل بدید، دفع کنید. بیشتر از این نگه ندارید دیگه. این انسان، این یتیم خودش به کمال رسیده، به حدی رسیده که به هر حال بتوند قیم مال خودش بشه. ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، نخورید مال را اسرافا ای مسرفین، و بدار یعنی مبادرین، در حالی بخورید سرعت تند مبادرت بکنی به مال که ان یکبرو، ای من ان یکبرو، با سرعت بخورید از این که فردا بزرگ بشه. مثلا یتیم مال ارزشمندی دارد، زمین خوبی دارد، مغازه خوبی دارد، مال خوبی دارد، شما تند اینا بخورید، اینا حیف و میل کنید، اینا از بین ببرید که فردا یتیم اگه بزرگ بشه همه چیز را بدونه از دست من میگیره. اینا تبدیل به چیزی دیگه بکنید. نخیر، این کار را نکنید. ولا تأکلوها، نخورید اسرافا، ای در حالی که مسرفین، یعنی در خوردن زیاده روی بکنید، و بدارن مبادرین، یعنی تند با سرعت، من ان یکبرو، از این که بزرگ بشه. نخیر، این کار را شما انجام ندهید، بلکه چه کار بکنید؟ و من کان غنیا فلیستعفف، هر کسی که غنی هست، خداوند بهش توانگری داده، توانگر هست، خودش سرمایه داره، فلیستعفف، باید کاملا پرهیز بکند، دوری بکند. اما و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، هر کسی که فقیر هست فلیأکل بالمعروف، بخورد طبق دستور شرعی. ببینید این صورتی هست که سرپرست یتیم خودش فقیر است. اگر خودش دارا باشد که خواندیم فلیستعفف، کنارگیری بکنه، دوری بکنه. اما خود اگر این انسان خودش فقیر است، چیزی نداره، مالی که به دستش است مال یتیمه، خدا اجازه داده فلیأکل بالمعروف، طبق دستور شرعی بخورد. معروف چند صورت دارد خدمت شما عرض می کنم، حداقل 3 صورتش را عرض می کنم. یک صورت اینه که ماهانه وقتی که خرج می کند برای یتیم، یک مبلغی برای خودش برداره به صورت قرض الحسنه، بگه مثلا این ماه 500,000 تومان از مال یتیم برداشتم، اینا را برای خودم، اهل و عیالم خرج میکنم، یادداشت میکنه، شاهد میگیرد که اینها از مال یتیم برداشت شده، به من هست، بر من هست، فردا باید پرداخت بکنم. یکی از صورتهای معروف چی است؟ استقراض از مال یتیم. صورت دوم این هست که مال یتیم را برای یتیم زحمت میکشد، مالش را نگهداری میکند، برایش هزینه میکند، نان و نفقه، آشپزی، لباس، تمام زحماتی که میکشد، برای خودش مزدی حق الزحمه تعیین بکند. من خودم ندارم، این مال یتیم را نگهداری میکنم، همیشه برایش پخت و پز میکنم، لباس میدوزم، فلان میکنم، لذا از مالش یک مقداری به عنوان اجرت، به عنوان مزد برای خودش تعیین بکنم، ماهانه یک چیزی بردارد. اون هم با عرض کنم که مشوره داورهای حکم و عدل و کسانی که به هر حال نظری اونجا داشته باشند، صاحب نظر باشند، یک مزد و پاداش بالایی برایش تعیین نکنند و غیره. سومی صورت مضاربه هست،
یعنی با مال یتیم تجارت میکند، کار میکند. خب با مال یتیم کار میکند، این هم تقریبا با این دومی شبیه هم است. حق و زحمه برای خودش تعیین میکنه. شما الان به کسی پولی میدهید که کار بکند، خب مفت برای شما کار نمیکنه، یک بخشی، یک درصدی از سود مال او هست، بقیه مال شما. لذا وقتی که با مال یتیم کار میکند، تجارت میکند، مضاربه میکند، از این مضاربه مثلا 1/4، 1/3، 1/6، 1/5 مال خود سرپرست یتیم هست و بقیه مالکی هست، مال یتیم هست. لذا به این صورت میتواند که از مال یتیم چی بکند؟ استفاده بکند. پس فلیأکل بالمعروف را ببینید که علامه خازن رحمه الله در تفسیرش چگونه تفسیر کرده. والمعروف القرض، معروف چیه؟ قرض هست. از مال یتیم چیزی به عنوان قرض الحسنه بگیرد. ای یستقرض مال الیتیم اذا احتاج الیه، وقتی که نیاز پیدا کرد به مال یتیم، مال یتیم را قرض بکند. فاذا ایسر، وقتی که توانگر شد، قضاه، قرضش را چی بکند؟ پرداخت بکند. و قال قوم دیگه گفته، گروه دیگه گفته که المعروف ان یأخذ من ماله بقدر قیامه و اجرت عمله. معروف این است که این کسی که خودش فقیر است اما متولی مال یتیم هست، از مال یتیم به قدر قیامش، به قدر زحمت کشیش و به قدر اجرت عملش برای خودش بردارد. تفسیر خازن. به هر حال اینها صورتهای چی هستند؟ بالمعروف هستند. بغیر از این صورتها انسان نخورد مال یتیم را. لذا الله می فرماید ولا تأكلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا، شما نخورید مال یتیم را مسرفین، در حالی که اسراف بکنید و در حالی که با سرعت عمل ببخشید، از بیم این که ان یکبروا، یتیم بزرگ بشه. و من کان غنیا فلیستعفف، هر کسی که غنی هست، توانگر هست، سرمایه دارد، فلیستعفف، باید دوری بکند، اجتناب بکند. و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، هر کسی که خودش فقیر هست بالمعروف بخورد. خب این 7 جز شد. و من کان غنیا جز 7 هست از این دستور یتیم. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، این جز 8 هست. فاشهدوا علیهم یعنی بعد از اینکه شما احساس کردید که این یتیم سن و سالی ازش گذشته، الان خودش میتواند قیم مالش بشه، تکفل بکند، مالش را نگهداری بکند، پس 2 نفر گواه بگیرید یا چند نفر گواه بگیرید و مالش را بهش تحویل بدید و از خودتون رفع مسئولیت بکنید. مغازه‌ای دارد، زمینی دارد، باغی دارد، ملکی دارد، هر چی که از یتیم به دست شما هست، اونها را با حضور گواهان شما تحویلشون بدید. لذا الله می فرماید فإن آنستم منهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم، هرگاه شما دادید به یتیم ها مالشان را، فاشهدوا علیهم، این جزء 8 هست. فاشهدوا علیهم، گواه بگیری بر آنان. وکفا بالله حسیبا، الله کافی است از نظر حساب گیرنده، الله بهترین حساب گیرنده هست. خب حکم پنجم، این دستور 4 بود که مال یتیم را به اونها برگردانید. دستور 5، ببینید وقتی که کسی متوفا هست، وفات می کند، از دنیا می رود، هم مرد میراث می برد، هم زن میراث می برد. یکی از رسوم جاهلیت اینه که به زنان میراث نمی دهند. الله تعالی در حکم 5 این نکته را مورد تأکید قرار میده. الله می فرماید للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، برای مردان سهمی هست از آنچه که میگذارند
الوالدان پدر و مادر و الاقربون و بقیه خیشاوندان. خیشاوندی میمیرد، کسانی که از او ارث میبرند هم مردان ارث میبرند هم زنان. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، و همچنین برای زنان هست سهمی از آنچه که میگذارند والدان پدر و مادر والاقربون و خیشاوندان. مما قل، ببین مما ترک الوالدان مبدل منه هست، مما قل بدل هست. آنچه که میگذارد چه کم هست، مما قل منه او کثر یا زیاد هست. چه کم میگذارد چه زیاد میگذارد، هم به مرد سهم بدهید و هم به زن سهم بدهید. نصیبا مفروضا، این سهمی هست تعیین شده. مفروضا فرض شده یعنی تعیین شده. خداوند برای هر یکی تعیین کرده که اکنون انشاءالله در آیه میراث میخوانیم تعیین شده به مرد چی اندازه برسه، به زن چی اندازه برسه. علی ای حال قبل از اینکه خداوند سهم مرد و زن را هر یک را مشخص بکند، پیشا پیش رب العالمین میفرماید هم مردان سهم دارند و هم زنان سهم دارند. یکی از عادات و رسوم جاهلیت اولا و متاسفانه در بعضی بلاد جاهلیت عصر حاضر همینه که به زنان سهم نمیدهند، زنان را به حساب نمی آورند و زنان را میگن زن وقتی که ازدواج کرد و رفت مال گویی مال این پدر نیست، مال این مادر نیست، خواهر این برادر نیست، در حالی که این جاهلیت است. الله عزوجل برای هر یک سهمی تعیین کرده. مسلمان ملزم هست که دستور خدا را اجرا بکند، پیاده بکند، اما سهمش چقدر هست بماند. اما اینجا حکم ششم، حکم ششم در رابطه با چیه؟ درباره این که تقسیم هنوز نشده به اولوالقربا و خیشاوندان بدهید. الله می فرماید و اذا حضر القسمت، وقتی که به تقسیم حاضر شدند اولوالقربا خیشاوندان، والیتاما یتیمان، والمساکین و مسکین ها، فرزقوهم منه، پس بخورانید آنها را از همین مال میراث، رزقشون بدهید، مقداری به اونها بدید. و قولوا لهم قولا معروفا، به آنان بگویید قول معروف، یعنی مطابق دستور شرع، با اونها با خشونت برخورد نکنید، یک بخشی به اونها بدید و بعدا عذرخواهی بکنید، بگی این مال ورثه هست، نمیتونیم بیشتر به شما بدهیم. توجه بفرمایید روی این آیه، تفسیر این آیه یک مقداری اختلافاتی هست که خدمت شما عرض میکنم. ببینید مال ورثه هست، کسی که متوفا هست فوت کرده مال فرزندانش هست، مال یتیم ها هست، مال بیوزن ها هست. و چرا به اولوالقربا و یتیم ها و مسکین ها بدهیم؟ بعضی از علما معتقدند که این آیه منسوخ شده. ابتداءً بود قبل از تقسیم، هنوز تقسیم نکرد به ورثه، وقتی که فقیری میاد، مسکینی میاد، خیشاوندی میاد، یه چیزی به اون بده، بقیه را تقسیم بکنه. اما بعداً آیه میراث آمد، تعیین کرد که به چه کسانی داده بشه، به چه افرادی داده بشه، فقط و فقط این مال را به ورثه باید داد، بعد از اون دیگه اجازه نیست که به دیگران بدهیم. متوجه هستید؟ پس بر اساس این قول و این سخن این آیه چی هست؟ آیه منسوخی هست که باید به پدر بدیم، به مادر بدیم، به فرزندان پسر و دختر بدیم و کسانی که میراث میبرند، نه بقیه خیشاوندان. بقیه خیشاوندان هیچ حقی ندارند. گروه دیگر از علما، قول دوم را عرض می کنم، گروه دیگر از علما معتقدند که این آیه و این حکم هنوز به جای خودش هست، اما امر استحبابی هست. امر چیه؟ استحبابی هست، یعنی مستحب است. قبل از تقسیم وقتی که میآیند کسانی که
مرحوم متوفا شده، فوت شده، به ما هم چیزی از سرمایش بدید، یک چیزی به اونها بدیم، بعداً بین ورثه تقسیم بکنیم. این حکم ابتدا بوده، الان هم مستحب است، با آیه میراث منسوخ نشده. اگر این را ما امر استحبابی بدانیم و هنوز هم بگیم قابل اجراست، پس باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اون وقتی که به اونها ما یک چیزی صدقه میدهیم، از مال کبیر میتونیم بدیم، از مال صغیر نمیتونیم بدیم. مثلا 10 تا وارث هستن، 6 تاشون کبیره، 4 تاشون صغیره از نظر سن. خب این 6 تا کبیر رضایت داشته باشه، از مال اینها یک صدقه خیراتی میتونیم بدیم، از مال صغیر نمیتونیم بدیم. خب بر اساس این سخن دوم و این قول دوم، این آیه به جای خودش باقی هست. حکم چیه؟ استحبابی است، هنوزم مستحبه. اما سخن سوم و قول سوم یا تفسیر سوم و توجیه سوم که مال شیخنا حضرت حسین علی رحمه الله است، اون را خدمت شما عرض می کنم که اون قول شما ببینید هم قوی ترین قول معلوم میشه. نه نیازی هست به نسخ این آیه و نه نیازی هست به این که ما این حکم را حکم استحبابی قرار بدیم، بگیم هنوز هم هست و اون وقت حکم استحبابی قرار بدیم بازم با مشکل مواجه میشیم. خب به اونها بدیم، حق یتیم ها چی میشه؟ آیا حق یتیم را میتواند که وصی به هر کسی که به هر فقیر و هر مسکینی دلش خواست بده؟ نمیتوند. مولانا حسین علی رحمه الله میفرماید این حکم وجوبی هست، هنوز هم این حکم قابل اجرا و قابل عمل است، منسوخ نیست. منظور از اولوالقربا و یتاما و مساکین چه کسانی هستند؟ ورثه هستند، نه غیر ورثه. منظور از یتیم ها و مسکین ها و عرض کنم که اولوالقربا کی هستند؟ ورثه هستند. معنیش اینه که وقتی که مرحوم فوت میکند، خب شما شاید 6 ماه طول بکشه که مالش را تقسیم بکنید، 1 سال طول بکشه وامهایش را جمع بکنید و وامهای مردم را به اونها پرداخت بکنید. خب تا زمانی که هرچی که مرحوم طلبکار است اونها را جمع نکنید و هرچی که بدهکار است به بدهکاران پرداخت نکنید، تا اون زمان مالش را نمیتونید تقسیم بکنی. شاید 6 ماه طول بکشه، شاید 1 سال طول بکشه، شاید 2 سال طول بکشه. لذا تا زمانی که این طول میکشد، خب این یتیم ها چی بخورند؟ بچه های خود مرحوم هستند. این مسکین ها چی بخورند؟ اولوالقربا مثلا برادرش در صورتی که ارث میبرد، پدرش وارث هست، عرض کنم که فرزندش وارث هست، اولوالقربا هم اینها هستن، غیر از اینا کسی نیست. اولوالقربا من الورثه، یتاما من الورثه، مساکین من الورثه. خب تا 1 سال بگیم شما صبر کنید، روزه بگیرید. لذا می فرماید تا زمانی که مال را شما میخواید تقسیم بکنید، سهم هر یک را بدهید، تا اون زمان فرزقوهم من، از همین مال به اونها برای اونها مصرف بکنید، از همین مال اونها را بخورانید. و قولوا لهم قولا معروفا، معنیش اینه که به اونها بعدا سخن خوب بگویید فعلا شما بخورید، هزینه شما را میدیم، مخارج شما را میدیم، بعدا که تقسیم بکنیم کل سهم شما را به شما میدیم. قول معروف اینه. متوجه هستید که شما بخورید، از این مال مصرف بکنید. به هر حال نیازی به لباس داره، نیازی به کفش داره، نیاز به غذایی داره. فرزقوهم من، از همین مال مرحوم برای اونها، مثلا 2 خانم داره، 3 خانم داره، تا زمانی که تقسیم میشه برای تمام این یتیم هایی که هستند، اون کسی که وصی هست، اون کسی که متولی این مال هست، برای همه این مساکینی که وارث هستند، برای تمام این یتیم هایی که ارث میبرند، فرزقوهم منه، واجب هست به اونها، بر اونها خرج بکنید، به اونها بدید. و قولوا لهم قولا معروفا، به اونها سخن چی بگویید؟ سخن پسندیده بگویید. به اونها بگویید که مال شما محفوظه، این پاساژی هست، این مغازه‌ای هست، زمینی هست، این مال شما هست،
صبر کنید که همه مال جمع بشه، همه ورثه جمع بشه، بعدا تقسیم میکنیم، سهم هر یک را به شما میدهیم. این شد قول معروف. متوجه شدید؟ لذا الله میفرماید و اذا حضر القسمت، وقتی که حاضر شد بر تقسیم، اولو القربا، یعنی حاضر شد به خاطر تقسیم، اولو القربا خویشاوندان، یتیم ها، مسکین ها، کسانی که ارث میبرند، فرزقوهم منه، موقتا بدهید مخارجشان را از همین مال، و قولوا لهم قولا معروفا، به آنها سخن پسندیده بگویید، قول معروف مطابق دستور شرع، به اونها هرچی که حقشون هست بگویید. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. اینجا خداوند هم زجر بیان می‌فرماید و هم تأکید بر تعمیل احکام. حاصل و مراد این آیه چیه؟ خدمتتون عرض میکنم. ببینید خداوند میفرماید که شما که متولی مال یتیم هستید، امروز خدا شما را مدیر قرار داده، سرپرست قرار داده، شما با خود بیندیش که فردا اگه من بمیرم و یتیم هایی بجا بگذارم، چه انتظاری دارم مردم با یتیم های من، با بچه های خود من چگونه رفتار بکنند. شما با یتیم مردم همین گونه رفتار بکنید. هرچی برای خودتون دوست دارید برای دیگران هم دوست داشته باشید. ولیخشى الذین، تأکید بر تعمیل، بر عمل کردن. ولیخشى الذین، باید بترسند از الله. ولیخشى الله را بنویسید. بترسند از کی؟ بترسند از الله. ولیخشى الذین، باید بترسند کسانی که لو ترکو، اگر ترک میکنند، من خلفهم، پشت سرشان، ذریتا، اولاد، ضعافا، اولادی ضعیف، که خافوا علیهم، بر اونها میترسند. اونهایی که اولاد ضعیف میگذارن فردا بر اولادشون میترسند، اونها هم درباره اولاد دیگران از خدا بترسند. فلیتقوا الله، باید از الله بترسند. ولیقولوا قولا سدیدا، سخن راست بگویند، خلاف نگویند، مال را بالا نکشند و توبیخ نکنند، دل نشکنند. هم فلیتقوا الله از ایذاء فعلی، ولیقولوا قولا سدیدا از ایذاء قولی، نه عملا کسی را اذیت و آزار برسانند و نه با زبان کسی را برنجانند. قرطبی اینجا نوشته افعلوا بالیتامی، منظور الله این هست، تفسیر این آیه این هست، افعلوا بالیتامی، با یتیمها برخورد کنید، با یتیمها معامله کنید و عمل کنید، ما تحبون ان یفعل باولادکم من بعدکم، آنچه که دوست دارید بعد از شما با اولاد شما بشه. چه دوست داری بعد از شما با اولاد شما چگونه رفتار کنند؟ شما با اولاد دیگران، با یتیمهای دیگران که الله شما را متولی گذاشته، همون کار را بکنید. الله می فرماید فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا، باید از الله بترسند و قول سدید و قول راست بگویند. اکنون زجر همراه با تخویف اخروی. الله میگه اینی که مال یتیم را میخورد و از شکمش خبر ندارد، این در واقع تو شکمش چی چیزی را جای میدهد؟ این مال نیست، این غذا نیست، این آتشی هست که آنچه که در معدهش میرود فردا تبدیل به چی میشه؟ به آتش میره. واقعا تخویف و تهدید بسیار سنگین و سختی است. الله بنا بده. الله می فرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، بدرستی کسانی که میخورن مال های یتیم ها را از روی ظلم، انما یاکلون فی بطونهم نارا، جز این نیست که آنها میخورند در شکم هایشان آتش میخورند، آتش خارند اینها. و سیصلون سعیرا، حتما داخل میشوند در سعیر. سعیر اون آتشی که شعله میزند، اینها در اون آتش داخل میشوند. و
به جزای ابدی و همیشگی خودشان میرسند. این حکم ششم بود در رابطه با اینکه باید مال یتیم ها را رعایت کرد و نخورد و وقتی که میخوام مال را تقسیم بکنم به یتیم ها هم بدهند تا بخورن. حکم هفتم یوصیکم الله، خداوند عزوجل حکم هفتم را بیان میفرماید که اینم از احکام رعیت است. همه اینها از احکام رعیت هستند که شما وقتی که مالی را ترک میکنید، مالی را به جا میگذارید پشت سرتون، ورثه به چه تعدادی و به چه مقداری از این مال را صاحب میشوند، حق این مال را دارند. لذا شما این مال را به این صورت که الله عزوجل فرموده تقسیم بکنید. این مال، این آیه میراث هست و درباره تقسیم ارث جامع ترین آیه هست و تقریبا تمام صورت ها را این آیه بیان فرموده. الله می فرماید یوصیکم الله فی اولادکم، الله شما را وصیت می کند درباره اولادتان که پشت سر اولاد می گذاره به اونها چه بدهید. اینجا حداقل 12 تا صورت هستند. چند صورت؟ 12 صورت های میراث هستند که در این یکی دو آیه بیان شده. صورت اول بنویسید حالت اختلاط، یعنی کسی میمیرد مخلوط میگذارد، فقط پسر نمیگذارد، فقط دختر نمیگذارد، پشت سر هم دختر دارد و هم پسر دارد. الله میفرماید للذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد مثل سهم دو زن هست، برای یک مرد سهم دو زن هست، یعنی 2 برابر یک زن به یک مرد میرسد. 2 برابره. خب اون 2 برابر این در واقع دلیل بر عدم مساوات نیست، این هم نوع مساوات هست، به دلیل اینکه مرد مسئول هست، متولی هست. مرد در خانه‌ای که زندگی می کند عهده نفقه و نفقه به دوش او هست. اون باید نفقه خودش را هم تهیه بکند، نفقه اهل و عیالش را، زن و فرزندش را هم تهیه بکند. لذا بارش سنگین تر است. الله عزوجل عدالت فرموده. اما زن که در خانه هست، بر اون نه نفقه خودش هست و نه نفقه ما تحتش هست، بلکه اون زن به هر حال خودش نشسته و نفقه دیگران مسئولند که نفقه او را چی بکنن؟ تهیه بکنن. پس مسئولیت مرد چون که سنگین هست، بنابر اون مسئولیت و بنابر این که مخارجش سنگین تر است، الله عزوجل به مرد 2 سهم داده. لذا از این نمیتوند کسی اعتراض بکند که اینجا به مردان چرا 2 برابر داده شده، چون که مرد به هر حال زحمتکش است، مرد باید که متولی نفقه هست، مسئول نفقه هست، اما این مسئولیت بر عهده زن نیست. بعض وقتی که نگاه میکنیم باز هم مساوات رعایت شده. زن وقتی که در خانه مرد دیگه هست، اون مرد که شوهر این زن هست، اون باز 2 برابر میبرد. یعنی اون در خانواده خودش 2 برابر زنان میبرد. از اینجا 1 سهم به این زن رسیده و 2 سهم به شوهرش رسیده. باز اون چه که شوهرش هم به دست آورده هم چی میشه؟ هزینه همین خانواده میشه. لذا با توجه علت اصلی با توجه به این که زن مسئولیتی در باب نان و نفقه ندارد، لذا الله عزوجل به او نصف عنایت فرموده. فإن کن نساء، صورت دوم، اگر ورثه زنهایی باشن فوق 2، بالاتر از 2 تا، یعنی 2 تا و بالاتر از 2 تا، خود 2 تا را هم شامل میشه. فلهن ثلثا ما ترک، برای این 2 دختر 3 دختر بیشتر که در صورتی که این مرحوم پسر ندارد، برای اینها 2/3 آنچه که میگذارد. به عنوان مثال اگر 3000 درهم دارد،
2000 درهمش به این 2 تا خواهر، 3 تا خواهر، 4 تا خواهر میرسد، بقیه مال بقیه ورثه. بله. و این کانت واحدتا، اما اگر کسی فوت کرده فقط یک دختر دارد، از فرزندان یک دختر دارد، بقیه یا پدر یا مادر یا برادرند، فلها النصف، به این یک دختر نصف کل سرمایه میرسد، ما بقی به بقیه ورثه. این صورت چندم شد؟ سوم. صورت چهارم سهم والدین، پدر و مادر. اگر کسی که فوت میکند پدر و مادرش در حیات هستند، به پدر و مادر چقدر میرسد؟ پدر و مادر هم از ذوی الفروض هستند در بعضی صورت ها. ذوی الفروض یعنی کسانی که برایشون سهم تعیین شده، نصف، 1/3، 1/4، 1/6، 1/8، اینا رو میگن ذوی الفروض. الله میفرماید ولأبویه لكل واحد منهما السدس، برای پدر و مادرش، برای هر یکی از آنها السدس، 1/6 هست، مما ترک، از آنچه که ترک میکند مرحوم متوفا. اما 1/6 به پدر میرسد، 1/6 به مادر. در چه صورتی؟ ان کان له ولد، اگر برای اون متوفا چی باشد؟ فرزند باشد. یعنی با وجود فرزند پدر 1/6 میبرد و مادر 1/6 میبرد. اگر فرزند ندارد، به عنوان مثال مجرد فوت کرده ولی سرمایه دارد، یا بی اولاد فوت کرده، زنی دارد ولی فرزند ندارد، فإن لم يكن له ولد، اگر برایش ولد نباشد، فرزند نباشد، و ورثه ابواه، وارث او شدن پدر و مادر، دیگه زن و فرزندی وجود ندارد، فلأمه الثلث. البته این در صورتی است که برادر هم ندارد، برادر هم ندارد. فلأمه الثلث، به مادر 1/3 میرسد. از این 3000 درهم 1000 درهم مال مادر است، 2000 دیگر قرآن ذکر نکرده، از فحوای کلام فهمیده میشه مال پدر است. اینجا پدر دیگه ذوی الفروض نیست، چی میشه؟ عصبه میشه. عصبه اون را میگن که بعد از این که ذوی الفروض سهام خودشون را 1/3 و 1/6 و 1/4 را میگیرن، بقیه هر چی مال میماند مال عصبه هست، عصبه او را میگن. پس اینجا پدر مادر ذوی الفروض است، سهمش 1/3 است، بقیه مالکی هست، مال پدر است. فإن کان له اخوة، این صورت 6 است. این صورت 5 بود که مادر 1/3 میبرد و باقی مال پدر. اما فإن کان له اخوة، اگر مرحوم برادر داشت، فرزند نداره، اما تنها پدر و مادر وارثش نیستن، برادر هم دارد، به برادران که چیزی نمیرسد، ولی برادران اینجا از سهم مادر خود به خود کم میکنند. فلأمه السدس، برای مادر 1/6 است، 5/6 دیگه مال پدره، ما بقی مالکی هست، به برادران چیزی نرسید اینجا، ولی برادران همینطور فقط سهم مادر را چی کردن؟ چون که بعداً به پدر میرسد، از پدر بعد از این که فوت بکند به برادران میرسد، یا حداقل پدر هزینه چی میکند؟ برادران میکند. پس فلأمه السدس، این صورت 6 هست که اگر برادر دارد برای مادر 1/6 هست. اما در تمام این صورت ها خوب توجه بفرمایید، در تمام این صورت ها 6 صورت بود، چه للذکر مثل حظ الانثیین، چه به 2 دختر 2 ثلث، چه به 1 دختر نصف، چه به هر یک از پدر و مادر 1/6، چه به مادر 1/3 و به پدر 2/3، چه به مادر 1/6 و به پدر 5/6. 6 صورت شدن. در تمام این صورت ها من بعد وصیت یوصی بها، بنویسید حقوق متقدمه علی المیراث، حقوقی که بر میراث مقدمند، یعنی قبل از میراث این کارها را باید انجام داد. بعد از وصیتی که وصیت میکند به آن، او دین، بعد از وامش،
بعد از وصیت و بعد از وام. دو چیز را اینجا قرآن ذکر کرده. یکی دیگر که هزینه های کفن کردن و دفنش هست، یعنی کفنش دفنش هم از مال خودش میشه. اول کفن و دفنش را از مال خودش پرداخت بکنن، بعدا نگاه بکنن وصیتی دارد، اگر وصیتی دارد و وصیتش قابل اجرا هست، از 1/3 مال وصیتش را چی بکنند؟ اجرا بکنند. سوم اگر وامداری دارد به وامدار بدهند. تا زمانی که وامدار هست این مال به یتیم تعلق نمیگیرد، مال یتیم نیست، مال وامدار است. اصلا مال مرحوم نبوده، مال دائن و مال وامدار هست. بعضی وقتها وقتی که در جلسات می نشینیم میگیم که این مال را اول به وامدار بدید، مردم ناراحت میشه، میگه چطور شما حق یتیم را به وامدارها میدید؟ این حق یتیم نیست، این حق وامدار هست و حق طلبکار هست. بعد از اینکه از طلب و از وصیت چیز اضافه مند مال یتیم میشه. پس من بعد وصیت یوصی بها، این حقوق بعد از وصیت هستند. این میراث بعد از وصیتی هست که وصیت میکند به آن، او دین، یا بعد از دین و بعد از وامش هست. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا. اینجا خداوند تعالی فلسفه تقسیم را گفته. خود خدا تقسیم کرده، به اختیار شما نگذاشته که شما بگید به فلان فرزند اینقدر بدید، به پدرم اینقدر بدید، به فلان همسر اینقدر بدید. اگر برای شما میگذاشت شاید شما رعایت نمی کردید. شما هر کسی را که دوست داشتید شاید همه را به پدرتون میدادید، به فرزندان چیزی نمی گذاشتید، یا همه را به فرزند میدادید، به پدر و مادر برای اونها چیزی نمی گذاشتید، یا برای یک همسر میدادید، به همسر دیگه نمی گذاشتید. الله تعالی حکمت را بیان میفرماید که شما نفعتون را نمیدانید، الله میداند. لذا تقسیمی که الله کرده بر اساس اون تقسیم باید تقسیم بشه. لذا الله میفرماید آباؤکم، پدران شما، و ابناؤکم، و فرزندان شما، لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا، نمیدانید شما ایهم کدام یک از اینها، یا پدر یا فرزند، اقرب لكم نفعا، نفع کدام برای شما نزدیکتر است، برای شما بیشتر است. نفعا پایینش بینید دنیوی یا اخروی. شما نمیدونید کدوم یکی از اینها هم در دنیای شما برای شما مفید ترند، کدوم یک در آخرت برای شما مفید ترند. پس این فلسفه عدم تفویض تقسیم مال است که چرا تقسیم مال را به شما نسپرده بلکه خدا به اختیار خودش گرفته. این حکمت است. الله می فرماید فریضه من الله، این تعیینی هست از جانب الله، خدا خودش تعیین کرده. ان الله کان علیما حکیما، بدون شک الله عزوجل علیم هست، دانا هست، و کارهای الله با حکمت است. همه کارهای رب العالمین از روی حکمت است. ولکم نصف ما ترک، سورت هفتم. 6 سورت خواندید نه؟ عرض کردم 12 سورت هستند. سورت هفتم اینه که انسانی همسرش زنش فوت میکنه و مرد وارث میشه. آیا به این مرد چقدر از زن میرسه؟ زن مثلا خودش جداگانه مال داره، طلا داره، سرمایه داره. الله میفرماید ولکم نصف ما ترک ازواجکم، برای شما شوهران، برای شما مردان هست نصف آنچه که زنان شما، همسران شما ترک میکنند. البته نصف در چه صورتی؟ لم یکن لهن ولد، اگر نباشد برای همسران شما فرزند، اگر اونها هیچ فرزند نداشتند، نه از شما که شوهر فعلیش هستید، نه قبلا شوهری مثلا نداشته و از اون فرزند نداره. اگر فرزند داشت خب به مرد 1/4 میرسه، اما اگر فرزند نداشت به مرد چقدر میرسه؟ نصف کل متروکه مال مرد هست.
لذا الله می فرماید ولکم نصف ما ترک ازواجکم، برای شما نصف آنچه که ترک می کند همسران شما، ان لم یکن لهن ولد، اگر نباشد برای آنان فرزند، فان کان لهن ولد، سورت 8، فان کان لهن ولد، اگر برای آن زنان فرزندی باشد، چه از شما چه از شوهر دیگر، فلکم الربع، برای شما 1/4 هست، مما ترکنا، از آن مالی که زنان ترک میکنند، از آن مالی که زنان ترک میکنند. اینجا هم همون شرایط، یعنی حقوق متقدمه علی المیراث هست. من بعد وصیتی یوصین بها او دین، بعد از وصیتی که یوصین بها، آن زنان وصیت میکنند، او دین یا وامی، اگر وصیتی میکنند از 1/3 مال وصیت اجرا میشه و دینی هست دینش هم پرداخت میشه، اگر نیاز به کفن و دفن هست هم از همون پرداخت میشه. خب این صورت 8 بود. 7 اینه که به شوهر نصف میرسه، 8 اینه که به شوهر ربع میرسه. اما 9 و 10 مال زن است. به زن چقدر میرسه از شوهرش؟ ولهن الربع، برای زنان 1/4 هست، مما ترکتم، از آنچه که شما مردان ترک میکنید، شما شوهران ترک میکنید، ان لم یکن لکم ولد، اگر برای شما فرزندی نباشد، اگر شما مردان هیچ فرزندی نداشتید، نه از این زن نه از زن دیگه، خب پس به زن چقدر میرسه؟ 1/4. اما اگر شما فرزند داشتید، چه از این همسر چه از همسر دیگر، فان کان لکم ولد، این صورت 10 است. صورت چیه؟ 10. اگر برای شما فرزندی بود، فلهن الثمن، برای آن زنان شما 1/8 است. برای آن زنان شما چیه؟ 1/8 است، مما ترکتم، از آن مالی که شما ترک میکنید، من بعد وصیت توصون بها او دین. اینجا هم اون حقوق متقدمه بر چی هست؟ بر میراث. از آنچه که شما ترک میکنید بعد از وصیتی که وصیت میکنید به آن وصیت، او دین، بعد از دین و وام. خب شما پس 1/8 به زنان بدید. البته این را خدمت شما عرض بکنم که 1/4 یا 1/8 به زنان هست، هر چقدر زن باشه همون 1/8 میگیره. یعنی مثلا کسی 2 زن داشت، 1/8 مال هر 2 زن میشه، نه اینکه به هر زن 1/8 میرسه، چیزی که در میان مردم غلط جا افتاده. 4 تا زن داشت، 1/8 به هر 4 زن میرسه، یعنی همین 1/8 را مثلا 8000 درهم داره، 1000 درهم مال هر 4 زن، به هر یکی 250 درهم میرسه. اگر 2 زن داشت، از این 8000 درهم 1000 درهم مال هر 2 زن، 500 به یکی 500 به یکی. پس اگر 2 زن باشن به هر زن 1/16 میرسه. 1/8 چی میشه؟ تقسیم میشه بینشون، 1/16 میشه. اگر 4 تا باشد به همین منوال 1/32 میشه مال هر یک. بله. خب این حکم 10 بود مال زن. اما اکنون در رابطه با کلاله میخوانیم. کلاله را اول تعریف بکنم. کلاله میگویند اون کسی را، اون مردی را یا اون زنی را که فوت میکند، نه اصول دارد نه فروع، یعنی نه پدر و مادر دارد، جد و جده دارد، نه فروع دارد، نه پسر دارد و فرزند دارد، نه نوه و هیچ. فقط چی دارد؟ برادر دارد یا خواهر. برادر دارد یا خواهر. این کلاله 4 صورت دارد. 2 صورتش را خداوند اینجا بیان کرده که میشن 12 صورت با این 10 صورت. 2 صورت دیگرش را در آخر همین سوره نساء اونجا میخوانیم، اونجا بیان کرده، اون بماند برای اونجا انشاءالله. این کلاله باز چند صورت، یکی هست که میمیرد،
یک برادر میگذارد یا یک خواهر یا بیشتر از یکی. اما این برادران و خواهران چی هستند؟ برادران و خواهران مادری هستند فقط. این صورتش همینه که اینجا میخوانید. یعنی یه برادر داره از طرف مادر، فقط مادرشو یکیه، یا یک خواهر داره از طرف مادر هست، یا دو برادر داره بیشتر از دو تا داره، دو خواهر داره بیشتر از دو تا داره. اینها از طرف چی باش خواهر و برادرن؟ مادر. بس این حکمش اینجاست. اما اگر برادر داشته باشد، برادر پدر و مادر، برادر عینی میگند، یا برادری که فقط از پدر است، اون حکمش در آخر سوره می آید. اون دو صورت هستند. لذا الله می فرماید و این کان رجل یورث، اگر مرد یورث یعنی وارث از او قرار می گیرد، کلاله یعنی به ارث چیزی را می گذارد در حالی که اون کلاله هست، یعنی اصول و فروع ندارد. او امرأة، یا مرد یا زنی می میرد. اولی صورت مردی می میرد، دومی صورت زنی می میرد. این زن یا این مرد کی را دارد؟ وله اخ او اخت، برای او برادری مانده یا فقط خواهری مانده، یک برادر مانده یا فقط یک خواهر. اینجا این قید را حتما اضافه بکنید تا با اون صورت تعارض نشه. له اخ او اخت من ام. این برادر و خواهر چی هست؟ مادری هست. چنانچه در بعضی قرائت ها حتی هست وله اخ او اخت من ام. در بعضی قرائت های قرآنی هم هست چی؟ من ام. ببینی عبارت ابن کثیر را، وله اخ او اخت ای من ام کما هو فی قراءت بعض السلف. در قراءت بعضی سلف همین من ام هست تو قرآن. منهم سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص من ام میخواند. و کذا فسرها ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. ابو بکر صدیق اینجور تفسیر کرد، وله اخ او اخت، فرمود این برادر و خواهر مادری هست. فيما رواه قتاده عنه، چنانچه قتاده از ابو بکر روایت کرده، تفسیر ابن کثیر. پس این برادر و خواهر مادری وقتی که باشد، فلکل واحد منهم السدس، برای هر یک، چه برادری مانده چه خواهری مانده، یک ششم. این چیه؟ این مادری هست. فإن كانوا اکثر من ذلك، اگر بیشتر بودند، دو برادر بودند یا دو خواهر بودند یا سه برادر یا مخلوط، یک برادر و دو خواهر، چار خواهر و سه برادر، فلکل فهم شرکاء فی الثلث، همه اینها، این حکم 11 شد. فلکل واحد منهم السدس، این حکم 12 است. فهم شرکاء فی الثلث، اینها در یک سوم شریکند. دو تا برادر، دو تا خواهر، یا یک برادر و یک خواهر، یک برادر دو خواهر، اینها در ثلثی هستند، شریک هستند. این صورت تنها صورتی است که للذکر مثل حظ الانثیین اینجا نیست. متوجه شدید؟ اینجا للذکر مثل حظ الانثیین نیست که به مرد دو برابر زن برسه. یعنی یک برادر و یک خواهر داشت، به اونها یک سوم میرسد، یک سوم را بینشون مساوی تقسیم میکنن. مثلا کل متروکه مرحوم 3000 درهم است، 1000 درهم مال این برادر و خواهر میشه، 500 به یکی، 500 به یکی، دیگه به برادر دو برابر خواهر نمیدن. تنها صورتی که به برادران و خواهران للذکر مثل حظ الانثیین نمیرسد همین صورت است. لذا می فرماید فهم شرکاء فی الثلث، این برادران و خواهران در ثلث شریکند. من بعد وصیت یوصى بها، این حقوق متقدمه علی المیراث، بعد از وصیتی که وصیت میشه به آن، او دین، بعد از دین، غیر مضار، در حالی که ضرر داده نشود، هیچ کسی ضرر داده نشه. این متعلق به همه صورت ها است.
ببینید یعنی وقتی که شما تقسیم میکنید هیچ یک از ورثه را هم ضرر ندهید، حقشون را کمتر ندهید، و هم کسی که در حق او وصیت شده هم ضرر ندهید، و همچنین به ورثه ضرر ندهید، بیشتر از 1/3 وصیت را اجرا نکنید. اینجا علامه آلوسی نوشته فلا یضر بحق لیس علیه، حقی که بر او نیست به اون حق ضرر داده نشه. ولا یوصى باکثر من الثلث، از ثلث بیشتر هم وصیت نشه. اگر از ثلث بیشتر وصیت بشه ضرر برای ورثه، اگر به همون اندازه که وصیت شده کمتر از ثلث داده نشه ضرر است به اون مصالح کسی که وصیت شده. بهرحال حق هر یک چی بشه رعایت بشه. قاله ابن جبیر روح المانی. الله می فرماید غیر مضار، در حالی که ضرر داده نشود هیچ کسی. وصیتا من الله، این وصیتی است از جانب الله. ببین وصیت در حق ما انسان ها به اون کلامی میگوییم، به اون نصیحتی میگوییم، به اون عرض کنم جملاتی میگوییم که برای بعد از مرگ خودمون میگذاریم، اون را میگن چی؟ وصیت. اما در حق الله عزوجل وصیت به معنی حکم تأکیدی، امر تأکیدی. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، معنیش اینه که خداوند تأکیدا شما را وصیت میکند. اینجا هم وصیتا من الله یعنی این دستور تأکیدی هست، دستور اکید هست از جانب الله عزوجل. والله علیم حلیم، الله عزوجل علیم هست، داناست، حلیم بردبار است. تلک حدود الله، بعد از این که خداوند احکام فرمود اکنون اینها را تعبیر میکنه به حدود الهی. حد به چی میگویند؟ حد مرز را میگن، نه مرز را میگن. اینها مرزهایی هستند که خدا تعیین کرده. ببینید تجاوز نکنید. هر کس از یک مرزی تجاوز بکند، عبور بکند، جریمه میشه یا نه؟ از این حدود تجاوز نکنید. الله می فرماید تلک حدود الله، اینها مرزها و حدود الهی هستند. و من یطع الله و رسوله، بشارت هر کسی که اطاعت کند از الله و رسولش، یدخله جنات تجری، نتیجه داخل می کند الله عزوجل او را به جناتی که جاری است من تحتها الانهار، از زیر اون جنات نهرها، خالدین فیها، همیشه در اون جنات هست. و ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بسیار بزرگی هست. و من یعص الله و رسوله، این تخویف است، تخویف برای کسی که اعتقاد به اینها ندارد. ببینید تخویف من لم یعتقد، چون که اینجا نار مخلد شده، نار مخلد و آتش دائمی برای چه کسی است؟ برای کافر، برای کسی که ایمان ندارد. پس این مثل و من لم یحکم بما انزل الله هست که اونجا میخوانیم من لم یحکم بما انزل الله یعنی من لم یعتقد بما انزل الله. پس الله می فرماید و من یعص الله و رسوله، هر کسی که نافرمانی خدا و رسول را بکند، یعنی اعتقاد و باوری داشته نباشد، و یتعد حدوده، و از حدود الهی تجاوز بکند، یدخله نارا خالدا فیها، نتیجه الله او را داخل می کند در آتشی که خالدا فیها، همیشه در آن آتش هست. وله عذاب مهین، برای اون انسان عذاب ذلت بار هست. برای اون انسان چی هست؟ عذابی ذلت بار هست. خب این تا اینجا احکام میراث شد که الله عزوجل حکم هفتم بود. الله تعالی بیان فرمود برای ورثه 13 تا حکم یا 12 تا صورتهای مختلف ارث بودن. اکنون حکم دیگر از احکام انتظامیه و رعیت، این در رابطه با اصلاح ازواج هست. همسران باید اصلاح بشن، باید حیا داشته باشند، باید عفت و پاکی داشته باشند. اگر کسانی تعدی بکنن، مرتکب کار بی عفتی بشن، العیاذ بالله، خداوند اینجا حکمش را بیان فرموده. الله می فرماید واللاتی یأتین الفاحشه،
کسانی که می آیند به فاحشه یعنی مرتکب فحش می شوند، مرتکب بی عفتی می شوند، من نسائکم، از زنان شما، اینجا بنویسی المنکوحه، زنانی که در عقد و نکاح هستند، فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، گواه بطلبید، گواه بگیرید بر آنان، اربعة منکم، 4 نفر از شما. ببین شرط گواه هست منکم، از شما باشند. منکم یعنی مسلمان مثل شما، عاقل بالغ. منکم معنیش اینه مسلم عاقل بالغ. فإن شهدوا، اگر اینها گواهی دادند، پس بی عفتی ثابت شد، زنا ثابت شد، هنوز حکم را الله تعالی بعداً نازل می فرماید. اینجا می فرماید فامسکوهن فی البیوت، آنها را در خانه ها حبس کنید، زندان کنید، به حکم حاکم، به حکم و به قضاء حاکم، فیصله حاکم زندانشون بکنید. تا کی؟ تا حبس ابد بشه، حتی یتوفاهن الموت، تا زمانی که بمیرند اونها را موت کامل بگیرد، یا اینکه او یجعل الله لهن سبیلا، یا خداوند برای آنان چی بکند؟ راهی را مشخص بکند، قرار بدهد. این زمانی بود که هنوز حکم رجم نازل نشده بود، حکم سنگسار کردن هنوز تعیین نشده بود، لذا قبل از این پس این حکم موقتی هست تا زمانی که حکمی از طرف الله صادر نشه. بعد از این که حکمی از طرف الله صادر شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم اون را بیان فرمود. بله، پس تا اون زمان اینها چی باشن؟ در خانه ها حبس بشن. اکنون بعضی از علماء معاصر مثل مولانا سید احمد حفظه الله، که سید احمد پالنپوری که شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند هست، ایشون نوشتند که اگر در زمانی حکومت اسلامی نباشد، حاکمی که حدود خدای عزوجل را اجرا بکند نباشد، بازم حکم همینه. یعنی اگر کسی مرتکب العیاذ بالله کار بی عفتی شد، اونها را زندان بکنند، اونها را حبس بکنند تا زمانی که خداوند عزوجل راهی را بگشاید، حاکم عادل بیاید و اجرا بکند حد خدا را. اگر چنین کسی نبود، اینها تو همون خانه ها باشند، زندان باشند تا بمیرند. متوجه شدید؟ پس بعضی میگن که این حکم موقتی بوده، اکثر مفسرین همین را میگن، حکم موقتی بوده تا اینکه حد رجم و حد جلد چی شد؟ نازل شد. اما برخی از علما مثل این عالم بزرگوار که نام بردم معتقد هستند که این احکام هنوز در بعضی شرایط قابل اجرا هستند، قابل عمل هستند. به عنوان مثال امروز مردم میگویند که کسی نیست که حدود خدا را پیاده بکند، و گاهی انسان به بعضی محاکم مراجعه میکند، بلا تشبیه کاری میکنن محاکم که افراد به این کار بی عفتی بیشتر تشویق میشن، نه این اونها را باشون کاری دارن، بلکه عقدشون را میبندن تا اونها به مرادشون هم برسن. لذا میفرماید وقتی که حکومتی نیست که حدود خدا را اجرا بکند، اینها را باید چیکار کرد؟ باید حبس کرد، نگه داشت تا الله تعالی فرج بیاورد. حکومتی بیاید که اجرا بکند حدود الهی را، اگر نبود همونجا تو خانه ها بمانند تا بمیرند. لذا الله همین را فرموده حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، مرگ بیاید یا خداوند راهی برایشون هموار بفرماید. واللذان یأتیانها منکم، آن دو نفری که یأتیانها یعنی یأتیان الفاحشه، این کار فاحشه را انجام میدن، منکم از شما، فآذوهما، آنها را شکنجه بدهید، آنها را اذیت بکنید،
یعنی حدود خدا را اجرا بکنید. این تعمیم بعد از تخصیص است. اونجا خاص فرمود، اینجا مطلقاً. بعضی این را در رابطه با عمل لواط هم گفتن، بعضی گفتن نه اون ادامه همون هست، عامتر شامل اون میشه، شامل صورتهای دیگه میشه. لذا الله میفرماید اینها را شکنجه بدهید، منظور کسانی که هنوز ازدواج نکردند. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر این دو توبه کردند و اصلاح شدند، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، از آنان اعراض بکنید. ان الله کان توابا رحیما، خداوند تواب، البته حدود خدا باید اجرا بشه، ضربه های شلاق بخورند، حد جاری بشه، تعزیر بشه. بعد از تعزیر الله تعالی میفرماید بدون شک الله تعالی تواب رحیم هست، بخشاینده و مهربان هست. انما التوبه علی الله، اکنون تواب یعنی توبه پذیر، ترغیب توبه هست. توبه برای چه کسانی هست؟ چه کسانی توبه بکنن خداوند توبه اونها را میپذیرد؟ الله میفرماید انما التوبه علی الله، جز این نیست که توبه هست بر الله، یعنی خدا بر خداست که حتما توبه را قبول بکند، نه، این علی الله حق تفضلی بنیست تفضلا. واجب نیست که ما توبه کردیم حتما خدا بپذیرد توبه را، اما الله میفرماید من میپذیرم تفضلا، فضل میکنه بر ما. پس علی الله که علا به معنی الزام هست، این الزام تفضلی هست، فضل خداست. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، این که الله رجوع میکند برای اون انسان هایی که یعملون السوء، عمل بد انجام میدن، بجهاله، از روی نادانی، از روی ندانمکاری. ثم یتوبون من قریب، سپس زود توبه میکنند، یعنی ادامه نمیدهند قبل از مرگ. یتوبون من قریب، بعضی نوشتن قبل از مرگ. فاولئک یتوب الله علیهم، رب العالمین میفرماید این انسان ها خدا بر اینها رجوع میکند. و کان الله علیما حکیما، الله عز وجل داناست و حکیم هست، کارهایش با حکمت هست، از روی حکمت میداند که چه کسانی قابل عفو و بخشش هستند. اما اگر انسان توبه نکند من قریب، کی توبه میکند؟ وقت مرگ، این دیگه توبهش به درد نمیخورد. الله میفرماید ولیست التوبه للذین یعملون السیئات، نیست توبه برای کسانی که عمل بد انجام میدن، عمل سیء انجام میدن. تا چه زمانی؟ حتی اذا حضر احدهم الموت، حتی وقتی که حاضر میشه یکیشون را مرگ به سراغ یکی میاد، قال انی تبت الان، میگه من الان توبه کردم. این را الله توبهش را نمیپذیرد. وقتی که مرگ فرا رسیده، داره دست و پا میزند، غرغره و خرخره هست، الان میگه توبه. الله میفرماید قال انی تبت الان، لیست التوبه، برای این توبه نیست، یعنی برای این پذیرش توبه وجود ندارد. و همچنین وللذین یموتون وهم کفار، همچنین توبه نیست برای کسانی که میمیرند در حالی که کفار هستند، در حالت کفر میمیرند. توبه اونها هم پذیرفته نیست. اونها کی توبه میکنند؟ یا در وقت موت یا بعد از موت. الله میفرماید این توبه قابل پذیرش نیست. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، نتیجه الله میفرماید این انسان ها برایشان عذاب دردناک آماده شده، ما آماده کردیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها، این حکم نهم است. یکی دیگر از احکام حکم نهم، یکی از صورتهای جاهلیت و رسوم جاهلیت این بود که زنی که شوهرش فوت میکرد، ورثه شوهر خودشون را ورثه زن هم میدونستند. یعنی همونطور که مال شوهر به عنوان ارث مونده، این زن را هم به عنوان ارث میدانستند. اگر کسی از اونها دوست داشت
با این زن بالاجبار نکاح میکرد ولو اینکه زن رضایت نداشت، برادر شوهر، یکی دیگر از خویشاوندان، پسرعموی شوهر، و اگر خودشون عقد نمی کردن بازم اختیار این زن به اونها بود. این زن را نمی گذاشتند که هر جا دلش بخواهد ازدواج، باید زن از اونها اجازه می گرفت، یعنی یک مال میراثی می دانستند. الله از این حکم من کرد، زن آزاده، زن مثل مال نیست، اسیر نیست. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا یحل لکم، حلال نیست برای شما، ان ترثوا النساء کرها، اینکه وارث زنها بشید، بالاجبار، کرهن یعنی جبران، بالاجبار وارث زنها بشید. ولا تعضلوهن لتذهبوا، منع نکنید آن زنها را، لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، تا اینکه ببرید بعضی از آنچه که به اونها دادید. یعنی شما عرض کنم که خود شوهرها مجبور میکنن، نه زن را باش خانداری میکند و نه او را رها میکند تا بره یک شوهر دیگه بگیره. اون را، زن را اسیر خودش نگه داشته، معلق، نباش رابطه زن و شوهری دارد و نه طلاقش میده. این شرایط را برو تنگ کرده تا هر چی که به زن داده پس بگیرد، مهریه که داده بگیرد، مالش را بگیره، بعدم طلاق بم، تا زن مجبور بشه بگه هر چی دادی بهت میدم، 2 برابر هم بهت میدم. الله می فرماید ولا تعضلوهن، من نکنید اونها را، لتذهبوا، تا که ببرید شما، به بعض ما آتیتموهن، بعض آنچه که شما به اونها دادید، ها، الا ان یاتین بفاحشه مبینه، مگر اینکه زنها یه فاحشه مبینه ظاهری بکنن، یعنی یک کار بی عفتی ظاهری انجام بدن، دیگه اینجا گناه مال زن هست، دیگه اینجا به زن مهر تعلق نمیگیرد. و عاشروهن بالمعروف، با اونها زندگی بکنید طبق دستور شرعی. خب گاهی انسان با زنی زندگی میکند ولی طبعا نمیپسندد. خب دل انسان یا اون اراده انسان، علاقمندی انسان خب طبیعی هست، با توجه به اینکه یک مدتی زندگی میکنه شاید برایش عادی میشه، اون علاقه اولی باقی نمیماند، یا روی یک سری حرکاتی، برخوردهای اخلاقیاتی در زن هست که انسان طبعا نمیپسندد. خب هرگاه زنی را انسان نپسندید دیگه طلاق بده، این که نشد. الله عزوجل میفرماید که اینجا شما تحمل بکنید، بسا اوقات چیزهایی را شما نمیپسندید، در اونها برای شما خیر هست. به عنوان مثال این زن مادر بچه هایتون هست، 5-6 تا 10 تا 12 تا فرزند از این زن دارید. این زن را که طلاق بدید این بچه ها آواره می شوند، تکلیف بچه ها چی میشه؟ لذا فعسا ان تکرهوا شیئا، بسا اوقات نمیپسندید چیزی را، مکروه و ناپسند دارید، در حالی که ویجعل الله فیه خیرا کثیرا، الله عزوجل در اون خیر کثیر گذاشته. لذا انسان با همون ناپسندی به حقوقش رسیدگی بکند، رعایت بکند. و اگر میخواستید به جای این زن دیگه بگیرید، حکم دهم، خب پول هم ندارید دیگه زن بگیرید، هر چی داشتید برای این زن خرج کردید، الان میخواید به نوعی از این زن پس دریافت کنید. این را الله عزوجل میفرماید که این گناه بزرگی هست و شاید برای این زن اتهامی، تهمتی هم درست کنید تا بخواهید که مخارج و هزینه ها و عرض کنم مهریه‌ای که پرداخت کردید دریافت کنید. الله می فرماید و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر شما اراده کردید تبدیل کردن و عوض کردن همسری به جای همسری دیگر، این همسر میخواید رها بکنید همسر دیگه میگیرید. و آتیتم احداهن قنطارا،
دادید به یکی از اون همسرانتان، همین همسری که میخواد رهایش بکنید، قنطار یعنی خزانه بهش دادید، سرمایه ها دادید، پول هنگفتی بهش دادید، خب باش زندگی کردید. فلا تأخذوا منه شیئا، الله می فرماید نگیرید از آن چیزی را، دوباره از او چیزی پس نگیرید. الله می فرماید اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آیا شما از او میگیرید بهتانا و اسما؟ بهتانا و اسما را گفتند که حال هستند از فاعل تأخذونه. اتأخذونه بهتانا و اسما ای باهتین و آثمین، در حالی شما داری میگیرید که بهتان میزنید و گناهکار میشوید، گناهی هم آشکار. چرا؟ وقتی که دلت گشته، علاقهت برگشته، تهمت نزن، به آبروی مسلمان تعرض نکن، اون چه که دادی دیگه رفته از شما. بهتانا و اسم مبین، گناهی آشکار. الله می فرماد و کیف تأخذونه، چگونه شما آن را میگیرید؟ این مالی که دادی چگونه پس میگیری از او؟ و قد افضا بعضکم الى بعض، در حالی که رسیدید بعضی به بعضی. این افضا رسیدن به معنای همخوابی هست، یعنی شما با هم همخوابی داشتید، بی پرده شدید جلو یک دیگر. خب این سبب ایجاد حق می کند، بر هم دیگه حق دارید. اون چه که دادی، قنطار دادی، خزانه دادی، میلیارد دادی، اونها دیگه مصرف شده با همین که شما از هم دیگه استفاده جنسی داشتید. آیا با وجود این دوباره میخوای ازش بگیری؟ و کیف تأخذونه، چگونه از اون میگیری؟ و قد افضا بعضکم الى بعض، افضا به معنی رسیدن، رسیدید بعضی به بعضی، یعنی با هم همخوابی داشتید. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، و گرفتند آن زنان از شما پیمان محکم به حکم خدا. پیمان محکم چیه؟ همین که شما عقد کردید، ازدواج کردید و بر خود مهر را لازم کردید، لذا مهر بر شما هست، نفقه بر شما هست، حقوق زن بر شما هست. این همه میثاق و پیمان بهش دادی، الان میخوایی که مهر را پس بگیری، چگونه میگیری؟ یعنی برای شما راهی برای گرفتن وجود ندارد، گرفتن هیچ مشروعیتی ندارد. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.